بیش از 856546 مورد مشکوک به بیماری کووید 19 در کشور مورد بررسی قرار گرفتند و اخذ نمونه آزمایشگاهی از اونها انجام شده که 141591 مورد ابتلای قطعی اونها به بیماری کووید 19 مسجل شده و سهم 24 ساعت اخیر هم در بخش بیمارستانی و موارد ارجاعی از بیمارستان ها 412 مورد بوده و البته همزمان 1668 مورد ابتلای قطعی به این بیماری از بین موارد رهگیری تماس نزدیک با مبتلایان و موارد دارای علائم خفیف و متوسط در بخش سرپایی و مراکز خدمات سلامت شناسایی شدند. 2080 مورد جمعاً خواهد شد و البته خدمت شما عرض کنم که ما 111176 نفر هم در فهرست بهبود یافتگان این بیماری داریم و 2551 عزیز هموطن مبتلا به این بیماری هم در بخش مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت هستند کماکان و 56 عزیز هموطن رو هم در اثر ابتلا به این بیماری در 24 ساعت اخیر از دست دادیم و تا امروز این لحظه که در خدمت شما هستیم 7564 مورد فوت مسجل ناشی از ابتلا به این بیماری رو داریم.